پاسدار شهید علی اکبر ایرجی در تاریخ 21 دی ماه 1339 در شهر خروبیابانک در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. او چهارمین فرزند خانواده بود که 2 برادر و 1 خواهر بزرگتر و 1 خواهر کوچکتر از خود داشت. در ایام کودکی مانند بقیه کودکان همسن و سال خود روزگار را می‌گذراند تا اینکه در سن 7 سالگی در مدرسه یغما مشغول به تحصیل شد و در سال 1347 تحصیلات ابتدایی را با معدل 16 به پایان رساند. ولی به علت نداشتن امکانات تحصیلی دست از تحصیل کشید و در کارهای کشاورزی کمک حال پدرش شد. سال 1351 به علت عدم احتیاج به نیرو از خدمت سربازی معاف گردید. وی در سال 1352 از نعمت پدر محروم شد و سرپرستی مادر و 1 خواهر را به عهده گرفت. با کار و تلاش روزانه زندگی آنها را سر و سامان بخشید. سال 1357 پای سفره عقد نشست و با یکی از اقوام ازدواج نمود. حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر بود. شهید در جریان حرکت انقلاب همیشه در خط مقدم قرار داشت و در تمام راهپیمایی‌ها و تظاهرات شرکت و علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه می‌کرد تا اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و جمهوری اسلامی جایگزین رژیم پهلوی شد. پس از تأسیس سپاه پاسداران انقلاب، از اولین افرادی بود که به صورت رسمی در سپاه استخدام و مشغول به کار شد. با شروع جنگ از نخستین برادرانی بود که به جبهه اعزام شد و در تاریخ 10 خرداد 1360 در یکی از جبهه‌های جنگ از ناحیه شانه راست مورد اصابت ترکش قرار گرفت و زخمی شد. پس از مرخصی از بیمارستان مجدداً به جبهه اعزام شد. با اینکه در آخرین اعزام یکی از فرزندانش به بیماری سختی مبتلا بود، اما جبهه را رها نکرد و سرانجام در تاریخ 7 بهمن 1365 به علت ترکش خمپاره در شلمچه به درجه شهادت نائل شد و پیکر پاکش در گلزار شهداء شهر خور به خاک سپرده شد.